در مقابل رژیم صهیونیستی، در مقابل شبکه سرمایه‌داری صهیونیستی خودشون رو موظف میدانن که گاهی یه حرفی بپرونن، یه چیزی بگن، که این هم مایه وهن و ذلت اونهاست. رژیم صهیونیستی در واقع یک رژیمی است که پایه‌های اون به شدت سست است. رژیم صهیونیستی محکوم به زواله. رژیم صهیونیستی یک رژیم تحمیلی است، با حرکت زور به وجود آمده است. هیچ پدیده‌ای و موجودی که با زور به وجود آمده باشد قابل دوام نیست و این هم قابل دوام نیست. دفاع کسانی که به نحوی وامدار شبکه سرمایه‌داری صهیونیستی هستند از این رژیم مفلوک صهیونیستی مایه بی‌آبرویی اونهاست. بعضی از اروپایی‌ها هم متاسفانه تملق میگن، میرن در مقابل این موجوداتی که نام انسان برای اونها حیف است، این سردمداران رژیم صهیونیستی واقعا مثل وحوش میمونن، اینا رو نمیشه انسان نامید. بیرن در مقابل اینها تملقشون رو میگن، خودشون کوچک میکنن، ملتشون رو تحقیر میکنن. در اروپا ملت فرانسه یک روزی اعتبار سیاسی به دست آورد به خاطر اینکه رئیس جمهور اون روز فرانسه اجازه نداد انگلیس را، به خاطر اینکه انگلیس وابسته با آمریکاست، اجازه نداد که انگلیس وارد بازار مشترک اروپا بشه. این مایه اعتبار فرانسه شد در دنیا. اون روز دولت فرانسه اعتبارش زیاد شد به خاطر اینکه در مقابل آمریکا ایستاد و انگلیس را که متصل با آمریکا بود اجازه نداد وارد بازار مشترک اروپا بشه. اعتبار یک ملت اینجور به وجود میاد. حالا همون کشور دولت مردانش نه فقط در مقابل آمریکا، برن در مقابل صهیونیست های نحس نجس اظهار کوچکی و تواضع بکنن. این مایه سرشکستگی ملت فرانسه است که البته خودشون باید علاج کنن.